تیدا و دوست هوشمندش. تیدا دختر 9 ساله‌ای بود که دنیایش با بقیه فرق داشت. اتاقش پر از ربات‌های اسباب بازی، کتاب‌های علمی و یک تبلت بود که بهترین دوستش حساب می‌شد. بزرگترین عشق تیدا هوش مصنوعی بود. یک روز تیدا تصمیم بزرگی گرفت. او می‌خواست دوست هوش مصنوعی خودش را بسازد. تبلتش را برداشت و شروع به نوشتن کدهای رنگارنگ کرد. هر خط کد مثل یک آجر برای ساختن دوست جدیدش بود. بعد از چند روز تلاش بالاخره موفق شد. روی صفحه تبلت یک چهره دیجیتالی بامزه با چشم‌های درشت و لبخند ظاهر شد. تیدا اسمش را رایان گذاشت. تیدا و رایان بهترین دوستای هم شدند. تیدا برای رایان از گلها، آسمان و حیوانات حرف میزد و رایان با دقت به حرفهایش گوش میداد و همه چیز را یاد میگرفت. رایان هم به تیدا کمک میکرد. وقتی تیدا با مسائل سخت ریاضی روبرو میشد، رایان با راه حل‌های هوشمندانه به او کمک میکرد تا جواب را پیدا کند. یک روز عصر گربه بازوگوش تیدا پیشی بالای یک درخت بلند گیر افتاد. هر کاری میکردند پایین نمی آمد. تیدا خیلی نگران شده بود. تیدا فکری به ذهنش رسید. سریع به اتاقش دوید و تبلتش را آورد. رایان کمکم کن. پیشی روی درخت گیر کرده. رایان روی صفحه تبلت ظاهر شد و شروع به تحلیل وضعیت کرد. ناگهان رایان یک ایده عالی پیدا کرد. به تیدا پیشنهاد داد که اسباب بازی مورد علاقه پیشی را به پهپاد کوچکش ببندند و اون را نزدیک گربه ببرد تا تشویق شود پایین بیاید. تیدا با هیجان نقشه را اجرا کرد. پهپاد کوچک به آرامی به سمت پیشی پرواز کرد. پیشی با دیدن اسباب بازی محبوبش با احتیاط از درخت پایین آمد و روی زمین پرید. تیدا پیشی را محکم بغل کرد و به صفحه تبلتش نگاه کرد. ممنونم رایان، تو بهترینی. تیدا فهمید که هوش مصنوعی و یک قلب مهربان در کنار هم می توانند هر مشکلی را حل کنند.